وادر ماسا میر وایسا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خسته نباشین هموطنای عزیز. آرزوی صحتمندی و سلامتی شما رو دارم. بازم خوشحال هستم که در خدمت قرار دارم، اما این بار با یک خبر ناخوشایند که مطمئن هستم یک تعداد هموطنای ما اطلاع دارن. نظر به گزارشاتی که دسترس ما قرار گرفته، 7 زمین لرزی شدید در به درجه 4.6 تا 6.3 ریشتر بوده که متاسفانه در ولایت هرات در ولسوالی زندجان گفته شده است. نظر به گزارشاتی که امارت اسلامی در صفحات مختلف نشر کرده، و دهاتا متاسفانه به شفاخانه منتقل شدند و به گفته بعض منابع 36 پس لرزه ای زمین لرزه داشته. بر علاوه افغانستان متاسفانه ایران، ترکمنستان و بعض ساحات ازبکستان را نیز تکان داده. متاسفانه تا فعلا تلفات جانی 25 نفر در این زلزله تایید شده، اما نظر به شدت این زلزله ممکن است که تعداد زیاد زخمی و کشته شده باشند. متاسفانه مرکز زمین شناسی امریکا پیش بینی کرده که این زمین لرزه ممکن است صدها کشته بر جا گذاشته باشه و شما بعض تصاویر ما از صفحات مختلف در دسترس ما قرار گرفته که خدمت شما آماده می سازیم و امیدوار هستم که هموطنای ما هر گوشه وطن که هستند صحت و سلامت باشند و از هر نوع حوادث طبیعی و هر نوع حوادث در امان خدا باشند. تشکر از همراهیتان. وادر ماسا میر وایسا Gaccio con la